بکنید. حال ما داری صفحه چیز بنا مایکنی نداریم. شما بعض اوقات کارا رفت میتن بعد صفحه کامپیوترتون رو باز میکنید میبینید که هیچ چیز وجود نداره. این به این معنی نیست که شاید ویدیو زده باشه یا کانال گپ بده نه خیر. برای به خاطر اینکه مطمئن شوین برای بار اول بین رایت کلیک کنین، اول سعی کنین که تک مارک از فال است یا غیر فال. اگر غیر فال بود تک مارک فال بزنید آیکون خودش میکنه اتومات آشکار میکنه. باز اگر نبود دیگر راه هم وجود داره به خاطر برگشت آیکونای روی صفحه. مشکل نیست دوستان یاشان. من بالای گزینه سورت بای سورت در لغت به معنی تنظیم کردن یا مرتب کردن معنی میده. اگر خواسته باشین آیکونایی که در روی صفحه موقعیت دارن از لحاظ اسم، از لحاظ نوعیت، از لحاظ تایپ یا از لحاظ تاریخ مشخص شده با 4 خصوصیات اگر بخواید که تنظیم کنید از بخش سورت استفاده میکنید. میگم با اساس نیم سورت شود. اتومات آیکون با اساس سورت یعنی به این معنی که دیسپیسی در اول قرار بگیره، یعنی اونایی که مربوط به سیستم آیکون هستن در ردیف اول قرار بگیرن، بعضی اپلیکیشن آیکون، بعضی اپلیکیشن آیکون فولدر آیکون قرار بگیره. یعنی ترتیب تنظیم به این شکل باشه. اگر ما سایز میگیریم به اساس حجم و اندازه، این خود کامپیوتر اتومات خودکار خود تنظیم میکنه. یعنی این چیزی نیست که دلخواه باشه. این البته بدل ما نیست. این چیزی است که خود کامپیوتر خودکار چی میکنه؟ یا تنظیم میکنه. اگر به اساس آیتم تایپ میگیریم، به اساس نوعیت فولدر یا به اساس نوعیت مو موضوع، پس کلیک کنید به اساس نوعیت براتون سورت میکنه. یعنی کدامش مهمتر است، کدام اساس‌تر است، ارزشمند است در ردیف اول قرار بگیره. و دیت مودیفاید به اساس تاریخ قبلا بالای کار صورت گرفته براتون میگه. فعلا نظر به دیسپیسی و رسایکل بین کنترل پنل لیست شاگردان جدید شمول اول کار شده یا آخرین بار کار شده، تاریخ مشخص شده یا شناسایی شده. میگم نه دوست عزیزم سورت بای نیم باشه برای من منظم است. سورت بای نیم بگیرین خوب است. دیگه رفرش داریم. ما قسمتی که ما از خواب میخزیم یک باری خود میشیم یک رفرش میشیم، کامپیوتر هم برای رفرش ضرورت داره. شما برای اولین بار کامپیوتر که فعال میکنین یا روشن میسازین یک دو سه بار رفرش بگوین یکم کامپیوتر خود آماده کنن. رفرش یعنی آماده ساختن، تازه کردن مونو میتن. بعضی کساس دیگه بازم رفرش کرده میره 10 تا 20 تا 30 تا نه. هر بار که شما رفرش میکنین یا دقیقاً یک فشار سر پروسر است. روز قبل ما بالاش باز کردم براتون یادآوری کردم شما فقط برای دو سه بار رفرش کنین تا این کامپیوتر خود یکم زره چی کنه آماده کنه، یکم وایسا بخوی باشه. دیگه دوستان موضوع پیست داریم. پیست در لغت نصب کردن یا چسباندن معنی میده. شارکتش کنترل وی است. چی وظیفه داره؟ زمانی که ما از یک مکان، از یک آدرس یک موضوع را کپی میگیریم بخوایم در یک آدرس دیگر انتقال بدیم، مثلا من راپور یا ارزیابی روزانه و هفته‌وار رایت کلیک میکنم، گزینه داریم بنا کپی یا نقل گرفتن. من را کپی میگیرم میخوایم که در یک مکان دیگه انتقال بدیم، اما بس ما فعلا روی صفحه دسکتاپ است. وقتی شما موضوع خود کات یا کپی میگیرین اتومات گزینه پیست میشه فال. وقتی ما پیست میگیم برای سعی کنیم که نوشته است ارزیابی روزانه و هفته‌وار نوشته است کپی ازی است، یعنی اصل نیست کپیش است، نقلش است. و پیست شارکت برای ما یک شارکت میگه که با تفاوت از زیر میخونین که فرق بین فایل اصلی و شارکت چیست. در صورتی که ما اگر منبع از بین ببریم شارکت با درست کار نمیتونه. یعنی شارکت یک وسیله است به خاطر رسیدن به یک فایل، دسترسی به فایل. در صورت کندهش موجود باشه، اگر کنده منبع موجود نباشه باز ما از شارکت استفاده کرده باز نمیتونیم. اما از کپی استفاده کرده در صورت کنده هم نباشه، اگر ما اصل از بین ببرم میتونم که از کپی استفاده کنم. اما بعض اوقات اگر شما کنده را دلیت کنین با شارکت قابل استفاده نیست. شارکت یک نقل سیومی است که مثلا بتون شما از اون استفاده کنید. دیگه دوستا اندو کپی داریم. چیزی که ما قبلا کپی گرفتیم یا نقل گرفتیم بخوایم که رو باطل بسازیم. اندو در لغت باطل کردن، عملی که آخرین بار صورت میگیره رو باطل میکنه. زمانی که ما کنترل زد از کیبورد یا اندو رو فشار میتم، اون موضوعی که ما قبلا دوستا کپی کردم عملی کپی مرچی کرد دوباره اندو کرد، یعنی باطل کرد عملی مرا. و ریدو چی میگه؟ ریدو دوباره برگشت میده. ریدو برگشتاندن، اندو باطل کردن، یعنی خلاف که دیگه چی میگن عمل میکنن. موضوع Intel or Graphic Settings. اگر شما خواسته باشین که درباره گرافیک کامپیوتر معلومات حاصل کنین از بخش اینتل استفاده میکنین. فعلا موضوعی نیست که ما بالای بحث کنیم، اما یک بحث جداگانه است که ما درباره گرافیک چطور میدونیم گرافیک خود مثلا ببینیم، چطور ببینیم که چقدر سایز داره، بالای کیفیت چقدر تاثیر داره، بازی بعداً کار میکنیم. میم دوستا در بخش موضوع نیو در لغت به معنی جدید. اگر ما خواسته باشیم یک فولدر جدید، یک برنامه نو در یک قسمت در روی صفحه خود ایجاد کنیم، از گزینه چی میگیم استفاده میکنیم. طور مثال ما دوستا میخوایم که چندین برنامه‌ای که به طور تیتر پراگنده در این صفحه موقعیت داره میخوایم داخل یک پوشه به طور محفوظ باشن. پس به خاطر اینکه رایت کلیک میکنیم میایم بالای گزینه و میگیم فولدر. پس نام فولدر چی باشه؟ میگم سایت نادرشاه های اسکول. طور مثال سایت نادرشاه یک نام میدین. پس من میگیرم این فولدر خود ایرام داخل از این میندازم، ایرام کش میکنم در قسمت گوش ایرام کش میکنم،
ایرام دیگه میندازین، درست است؟ به شکل از گوش کش میکنین، میگن کل از این فولدر از اینکه تیتر پراگنده باشه بهتر است که داخل یک فولدر باشه منظم. حالا اگه ما داخل فولدر سید نادر شاه را باز کنیم، چند فایلی که ما در این صفحه داشتیم کلی داخل پوشش چی گرفت قرار گرفت. یعنی از اینکه موضوعات ما تیتر پراگنده باشه بهتر است که داخل یک فولدر به طور منظم قرار گرفت. میگه مثلا سی نوت هم داخل ازی باشه، سکند پریت هم داخل ازی باشه، میتونه قرار بده، مشکل نیست. این دو تا فولدر است که به یک رنگ زرد موجود است که بازی تنظیمات فولدر بعدا میخوانیم که ما چرا رقم میتونیم رنگ از زیر تغییر بدیم، متن از زیر تغییر بدیم، چطور بینام بسازیم، چطور چندین فولدر به یک نام بسازیم، به نام سایت نداشته مثلا 20 فولدر باشه. یا اینو باز بعدا کار میکنیم، بینام باشه کس نبینه یا فولدر مخفی باشه کس دیده نتونه. چه قسم برنامه رو از داخل فولدر پس در روی بسیار عالی. اگر بخوایم که ما دوباره برنامه خود به حساب دو قسمت قرار بدیم، باز میتونیم این قسمت دوباره بگیم یا کات بگیم در مکان اولیش پیست بگیم یا میتونیم کپی نقلش بگیریم دوباره برگشت داده میتونه، مشکل نداره. فقط با کات کپی میتونیم دوباره بالا تصویب بریم. دیگه دوستان ما در قسمت گزینه شارکت داریم. اگر بخوایم که به طریقه ساده، به طریقه کوتاه، شارکت یعنی دسترسی سریع. اگر بخواید یک برنامه رو به طریقه بسیار ساده باز کنین، بالا کلیک کنین. مثلا میگه what item would you like to create a shortcut؟ می کدام برنامه رو میخواید که به طور شارکت باز کنی یا ایجاد کنی؟ ببینین این برنامه‌ای که در این صفحه تان است، این در حقیقت شارکت است. به طریقه کوتاه ریسا برنامه ایجاد میشه. ببینین اینا علامه تیر داره، نه اینی می ادب نمایندگی شارکت میکنه. ما میخوایم دوستان که برنامه چی رو باز کنیم؟ برنامه وردپاد پس انتر میکنیم، میگه برنامه نامش درست نیست، اگه اسپل نشه کنیم انتر. میگم این نامش درست است یا کدام نام دیگه میخوای بالای بگذاریم؟ میگم نه خیر، میخوایم نوشته کنم که برنامه چی دوستا؟ برنامه پن به فارسی. بعدا دوستا رو فینیش میگیم. حالا اگر شما دقیقاً متوجه باشین بر روی صفحه تان یک آیکون آمد به طریقه شارکت که برس است، رنگ‌آمیزی است و نامش برنامه پن است. وقتی ما رایت کلیک کنیم بریم بالای گزینه چی؟ اوپن، مستقیم ما را وارد برنامه پن میسازه. یعنی شما اگر خواسته باشین که یک برنامه را به طریقه ساده باز کنین، از گزینه شارکت شما استفاده کرده میتونه. کافی است که شما نام برنامه را درست نوشته کنید. اگر نام برنامه را غلط نوشته کنید با برنامه را براتون باز نمیکنه. دوست دیگه دوستان موضوع مایکروسافت اکسس دیتابیس داریم که فعلا شامل پروژه ما شما یعنی درس ما نیست. اکسس یک نوع برنامه است که به خاطر ساختن دیتابیس استفاده میشه. یعنی شکل پیشرفته‌تر برنامه اکسل است. شما اگر در شبکه‌های نور کدام وقت اگر به حساب رفته باشین یا دیدن کرده باشین، کسایی که چشمه خود عملیات میکنن مثلا راپور دارن، کل دیتابیس گزارشان و ترتیب است. یگانه خوبی ویژگی که برنامه داره، با زودترین فرصتی برنامه را ویروس نمیزنه. یعنی در مقابل ویروس یا مرض بسیار چیزا مقاومت بیشتر است، یعنی قوی است دیگه. اما فایل اکسل چون یک کم ذره ویروس که بیشتر باشه با فایل اکسل اتومات کراپت یا خراب میکنه. اما این برنامه که از بسیار مقاومت چیزا بالاست. وظیفه ساختن دیتابیس در مورد یک موضوع است. بدنامه بیش به خاطر ایجاد برنامه پن در این صفحه وقتی ما دو تا کلیک میکنیم میگه نامش چی باشه؟ میگه نامش باشه برنامه 1200 یا برنامه 120 باشه. وقتی کلیک میکنیم فعلا چیزی وجود نداره. وقتی دبل کلیک میکنین شما میگه میخواید با کدام یکی از بخشا بازش کنیم؟ با بخش فوتو میخوایم باز کنیم. پس یک بار اوکی میگیم. یه برنامه یک مسیج میده که فعلا در روی چیز نیست، یک صفحه سیاست. پس چی کنه بتونه که ما در یک رسمی نقاشی را ببینیم. شما بالای می ایمیجی که ایجاد کردین پس رایت کلیک میکنین، گزینه داریم به نام چی دوستا؟ ادیت به معنی تغییرات ایجاد کردن. پس یک بار کلیک کنین بخش مستقیم براتون در پن باز کرد، چون به خاطر که تعلق به چی داره؟ به پن داره. طور مثال شما اینو میخواین که یک بیرق از افغانستان رسم کنین با این ضخامت، منحنی رو انتخاب میکنین، میگین به این شکل یک منحنی رسم میکنین به یالت نقطه زیر با هم وصل میکنین، چون به خاطر یکم ذره خال بیرق افغانستان بود یکم مقبول به دیگه خون نیست. بوتل رنگ میگیریم، این رنگ سیاه پر میکنیم و این قسمت هم رنگ سیاه، سرخ و سبز. تکست انتخاب میکنیم، این روشن میکنیم که افغانستان. حالا ما دوستا زمانی که کلوز میگیم یک مسیج میگه do you want to save changes، آیا تغییرات میخوای قبول کنیم؟ بله پس سیو میگیم. حالا اگر سکن اتوماتیک تصویر تغییر، حالا دبل کلیک کنین خودتون بشال تصویر براتون بیرق افغانستان رسم شد. دیگه دوستا ما در این قسمت بخش داریم به نام کانتکت. اگر ما خواسته باشیم بعض افراد، اشخاص، کارمندای خدا یا همین چیزی که متعلمینی که مثلا ناظر هستن بخوایم که از هر کدام از مثلا ما یک ارتباط یا تماس داشته باشیم، بخش کانتکت دوستا یک بار کلیک میکنیم و از زمان کانتکت برام باز میشه در قسمت. میگه مثلا فرض مثال نام شخص اول، نام شما سالم است،
سالم فرزن نام وسطتان میده مثلا بله امینی امیری مثلا لاست نمیتون چیسا امیری طور مثال نوشته سالم امیری پرسنل تایتل مثلا برای یک نام میتیم به نام استودنت درست است نیکنیم داره مثلا نیکنیم داره به نام لولی یعنی دوست داشتنی ایمیل آدرس داره بهم بله داره نوشته میگیم سالم @gmail.com مثلا این چیز ایره اد میگیم باز بعض معلومات های دیگه است که باز ما میتونیم به طور که وقت داشت میره خانه پوری کنیم مثلا در کدام شهر زندگی میکنه سیتی در کدام سرک طور مثلا در کدام نایه در کدام ولایت پست کد منطقه چند است در کشور خارج که هر منطقه خود کد مشخص داره در کدام کشور زندگی میکنه طور مثلا در افغانستان زندگی میکنه فون نمبرش چقدر فکس نمبر داره نداره دیگه بخش محل کارش مثلا در کدام جای کار میکنه لیسه مثلا سید نادرشاه و محل وظیفه‌اش است کل مشخصات بر ارتباط شخص است که با زیر یک روز مشخص بالاش کار میکنیم و شما این رو تکمیل کردین اگه بخواید که عکس سالمه در این قسمت که عکس دروغی است پس بالای کلیک میکنید میگن چینج پیکچر پس بالای چینج پیکچر کلیک میکنیم در هر نقطه که ما دو ساعت تصویر داریم تا فرق کنیم تصویر سالم است پس رو اوکی میگین براتون تو ما یک شخص براتون تو میاد یعنی ما میتونیم که هزار فرد دربارش یک معلومات مکمل حاصل کنیم در کدام کشور کدام ولایت ولسوالی مکان اصلیش کجاست سکونت اصلی فعلی کجاست این موارد اگر شما خواسته خانه پوری کنید در مورد یک شخص از بخش شما گزینه کانتاکت میتونید استفاده کنید یعنی کانتاکت در حقیقت ارتباط برقرار کردن یا تماس گرفتن معنا میده اگر بخواید که آیکن به حساب برنامه ورد باز کنید از این گزینه استفاده میکنید برنامه پاورپوینت برنامه به حساب بخش پابلشر وینرار یک بخش است اگر خواسته باشید که به طور حفاظتی از فایل های ما استفاده کنیم بعضی بخش دوستا چی میکنیم کار میگیریم تکست داکیومنت اگر بخواید که شما از برنامه نوتپد استفاده کنید برنامه نوتپد یک برنامه ساده است که به خاطر مقاله نویسی یک مکتوب بسیار ساده استفاده میشه پس زمانی که باریز کلیک میکنیم برنامه اومد باریز رایت کلیک میکنیم بالای گزینه اوپن کلیک میکنیم یک برنامه بسیار ساده است که میتونید شما از برنامه به خاطر نوشتن موضوعات استفاده کنید یک مکتوب یک تماس یک جمله یک کلمه استفاده کنید اما استفاده بیشتر از این به خاطر کدینگ یا کد نویسی است اگر روز قبل شما یادتان باشه یک نرم افزار به نام دیولپمنت سافتور خواندیم که وظیفه نرم افزار به خاطر ساختن دیگه برنامه بود از اون جمله ما کدای HTML براتون نامگذاری کردیم که HTML یک نوع کد است که به خاطر ساختن یا دیزاین صفحات اینترنتی میشه مورد استفاده قرار میگیره که موضوع کدا رو با دقت صفحه اینترنت باز کار میکنیم که چگونه کار میکنه از این کدا با شما استفاده کرده میتونید مایکروسافت اکسل میخواین باز کنین به شکل یعنی دو تا چیزایی که شما اینجا مشاهده کردین موضوعات است اگر بخواید که ما در صفحه ایجاد کنیم و از اونها ما استفاده کرده بتونیم بله مثل برنامه پن وردپد نوتپد دیگه برنامه‌ای که موجود است این بود دو تا تعریف یا معرفی محتویات روی صفحه به نام شارت لیست